وقتتون بخیر. من یه موضوعی یادم افتاد که با افرادی که احتمال داره این ویدیوها رو ببینن در میون بذارم و اونم این هستش که من تو زندگی تو مسائل مختلف مثل هویج برخورد میکنم، یعنی اصلا هیچ واکنشی نشون نمیدم و فکر میکنم خیلی هم خوبه. اتفاقا هویج که میگم منظورم این هستش که حالا کسی اگر واکنشی نشون بده، حرفی بزنه، اول خودم فکر میکنم خب من اگه جواب این فرد رو بدم برام فایده داره، مثلا از نظر مادی سودی خواهم کرد، خب در این اگه سود کنم مثلا چقدر سود میکنم، آیا ارزشش رو داره که من بخوام حرف بزنم و اون موقع است که من حرف میزنم. در غیر این صورت راستیتش حرف نمیزنم و خودتون میدونین حرفهای بیجا باعث خیلی از دعواها میشه. میتونم یه مثال براتون بزنم. من امشب داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم. راستیتش من اول که این خانومه دیدم که بود فکر کنم 4 یا 5 سال پیش بود. من ایشون رو دیدم تازه میخواستم به یه مرکز دیگه برم. با توجه به حرفایی که دیگران زده بودم به نظرم آدم زیاد جالبی نیومد، ولی گفتم بذار خودم بشناسم. بلکه باهاش رفته اومدم بیشتر شد دیدم نه، خیلی آدم ساده ایه، خیلی ساده و یه دیوار دفاعی دور خودش درست کرده، چون اینقدر ضعیفه و نمیتونه با همه چالش داشته باشه. یه دیوار دفاعی دور خودش درست کرده که هیچ کس نزدیکش نشه و میشه گفت آدم بسیار ساده ایه. من خودم بارها بهش گفتم، حالا امکان داره با بعضی از کاراشم موافق نباشم، بهشم گفتم، ولی از نظر بعضی از کارا باشه ارتباطمونم خیلی خوب و دوستانه است و تو بقیه کاراش اصلا دخالت نمی کنم و به خودش هم گفتم ببین تو توانایی هات اون از نظر مالی، زندگی، سنی، جنسی، ژنتیکی، از همه نظر با من متفاوتی، پس مطمئناً تصمیم‌های متفاوتی با من خواهی گرفت در برابر یک مسئله. پس چقدر خوبه که بیایم هممون به تصمیم‌هایی که همدیگه میگیریم احترام بذاریم، ولو اینکه تصمیم اون فرد با ما متفاوت باشه و همینقدر که مثلا نحوه زندگی اون، تصمیمی که اون میگیره با زندگی من در تناقض نیست، همین کافیه. حالا بله شاید کار ایشون از نظر من درست نباشه، خب من توانایی ها ما متفاوته، من اصلا ژنتیکم، فکرم، همه چی ما متفاوته. با امید روزی که انشاءالله هممون این تفاوت هامون رو قبول کنیم و به تصمیم های متفاوت هم دیگه احترام بذاریم. وقتتون بخیر. متشکرم که به حرفای من گوش دادید. فعلا.